کلنگ را جیغ کنی مثل دادری قاتلت تو هم جیغ کلنگ را کنی اپا های اپای قاتل باز دادر قاتلش آمده است. عبدی اپا ملتق را مانید. هرگز یوسف، آنها حیات مرا برباد دادند. حاضر باشد پسرم رو میگیرند از دستم. هرگز یوسف. دعا کن که تو را قبول کرده بودم مریم. بس است. خب هزل خانم خب. مریم اوچه مریم چی کار میکنی؟ تو هم طرف داری اینها خلیل. با تو باور نمی کنم. با من دروغ گفتی. اول مرا پرانید اپا. واه دوداری وفادار یوسف، اینقدر سالها در کجا بودی؟ ابله دهانت را پوش. مریم با من دروغ گفتی خلیل. آجا دروغ گفتی خلیل. آجا جان این زنی دیوانه تو مرا کشتن میخواهد. با چشمانت دیدی آخر؟ چی ها میگوید اوچه؟ بله ما را آرام گذارید. نترسید خالی، اما یگان روز بور کرده خالی میکنم با بالا یوسفی سگ. راهگرد میگویم به تو، شرمنده کردی ما رو، شرمنده کردی. شرم بر شرم. راهگرد، خوبی های به تو کردم کور کند تو را. دوپولا کردی آبرویمان رو. راهگرد، یزنم چرا تو رو از دری خانه پیش کردنش رو فهمیدم. نسرین التماس نکنین، التجا میکنم، شرمنده کردی ما رو. راهگرد درو درو راهگرد گفتم به تو. راهگرد یعنی همه شبهه‌هایی کردم درست بوده. چقدر شبه نسرین اپا، دیوانه شده ای. نکن از برای خدا. نام خدا رو نگیر. نکن. شرم دار شرم. باز برای با کیم کدام آدم ها با خودن مرا استفاده میبری؟ بس است میروم من. سرده ایست حالا. اوچه بخیر است؟ چی کار میکنه در اینجا؟ این چی غلاغوله دخترم؟ گویا که قیامت شد. همه همسایه ها در نزدی در جمع شدن. خدا جیم از پشت این دختر اوچه آدم ها در بین کوچه به ما گپ میپرتاین. التماس خیر نگوی، یک بار گوش کن. قسم میخورم با چشمانم دیدم اوچه. این جیانت را میدانی؟ یک لحظه ایست دخترم، آرام شو. یک بارکه گوش کن امینه رو. اوچه عیب است عیب. شما هم پشتی او را میگیرید؟ در 2 روز کاری کردگیش را بین. راهگرد گذر گفتم. گذر کنی؟ چیزهای در کاری رو من خودم به تو نقل میکنم. به پدرت خبر میدیم به تو چیزی خردن گیرد. دخترم چی کار کرده ایستاده ای؟ این خیر نکن. چی کار کنم اوچه؟ احوالی در کوچه بوده اگه من رو یک میدیدید. مرد به نزدمان آمد. چی کار کردنی اون معلوم نیست. کمی بهتر شدین مریم اپا؟ دروغ گفت. با من دروغ گفت. یوسف اکا التماس مرا ببخشید. این خیلی که از درون آواز گرومباز برآمد. چی کار کنم آخر؟ با مریم اپا یگان کارش شد گفته با بالا دویدم. همان وقت گریخته رفته است. مایلش جمع مهم نیست. کنی تو الیف آباد رو به خونه بر که باز با رئیس سر به سر نشود. مایلش اکا.
الف اپا. عمر جان بیا جانی اپا پیش مادر چی. تشکر الیف. به تو هم تشکر یوسف. اگر یگان چیز لازم تو خودت شود رو احتیاط کنی کفایه. رفتیم اپا. خلیل جیغ زد مرا. با من مکتوب روان کرد. با من باور نمی کنی یوسف. یگان خواهشی دارد آقا؟ مرا آرام گذار، بس کن. اوچا دیدیا کار کردگی مریم را. مریم در آنجا چیکار میکرد؟ این را از زنی دیوانه بپرس، از من نه. ملکی خراسوی من کردنش را ندیدی مگر؟ کممون مرا میکشت، این را ندیدی مگر؟ مادرت را همین قدر دوست میداری خلیل؟ با سوالم جواب ندادی دوچه. حاضر اگر خواهم مریم را برای به جانم قصد کردنش به حبس میپرتایم، اما این را نمیکنم. به عوضش تو باشی از مریم دست میکشی. گریز. خلیل خلیل جدا میشوی. زنی رو که به جان مادرت قصد کرد کلین گفته به خانه نمی آوردگیستی به فکرم. او به تو دیگر کودک داده نمیتواند. بچم خلیلم، من به تو بدی خواسته نمیتوانم. بسیار آسان میشه. مریم رو گم کن و به جایش دیگرش رو میگیری. من همش رو فکر کردم. تو خواطر نشو. دیگر به جای من فکر نکنید آچه. فکر نکنید. عبدی برای تو آمادگی کلانه دارم. و تو چی بودنی قوه را نشان میدیم. یوسف اکا مریم اپا تو با عمر بازی کن. بین این رو خلیل نویس به من. او روان کرد. بعد شما رفتید؟ البته رفتم. او شوهرم است، پدر فرزندم. اپا، مریم اپا، رفتید و چی شد؟ خلیل رو یافته توانستید؟ نمیفهمید مگر از این درکی بر آمدید؟ قراجانی ها البته یگان بدیه میکنند به شما، البته یگان راهش رو میابند. نمیفهمید مگر دل اوچه هم طاقت نمیکند؟ حالا در کجا بودنش رو میدونید؟ اوچه هم حالا در کجا میدونید اپا؟ در بیمارخانه از دستی من و تو. مرا ببخش اپا، بیا با من. چرا این خیل گفتی یوسف؟ برای میکردگی هایم. یا با خلیل یگان کاری کردن میخواهی؟ خواطر نشوید، با خلیل هیچ چیز کردنی نیستم. تنها شما را محافظت کردن میخواهم. شنید اپا؟ شما را از خودتون محافظت کردنیم. مرا ببخشید اپا. یوسف
به اجازت من در رو هرگز نمیکشایی یوز. در نبودن من با اپام تو جوابگر میباشی. نغزکک فهمیدی؟ فهمیدم اکا. آفرین. لیفاپای من که توی شوم اگر به سرم چنین کارها آید من چی کار میکنم اون وقت؟ نمی آید ایشالا جیمو. آها به خیالم کسی را لکه خوش کرده ای. به کسی نمیگوید. ساکنه را دوست میدارم من. بسیار دوست میدارم. لیکن به کسی نگوید. مایلش مردک بریم. مایلش. من هم برای شما زیغ میشوم اما چیکار کنم؟ وای بچه فاتحه شده اتون یعنی به من هیچ یعنی چی گویم موافق نیستی دو خیر. تو چه ها میگویی زنک؟ چه ها میگویی؟ الیف تو چی کار کردی؟ چی کار کردی؟ من فاتحه رو گردم جیمو. الیف تو چی کار کردی؟ شکریا یا این دختر ما را میکشد یا من او را میکشم. تو چی کار کردی؟ چی کار کردی؟ با کدام جرأت؟ دادا نزن التماس نزن. از من نه، از عبدی پرسید این کارو. نکردید خاله؟ نگفتید که عبدی آمده همه چیز و چاره ها رو گرفته برد؟ آنقدر جسور باشید رفته از عبدی پرسید حسابش رو. گم شو از پیشم، گم شو. برای تو پسرم، برای تو توقعات میکنم، تنها برای تو. خاله من قسم میخورم یگون چیز نکردم، قسم میخورم. خاله نو درست فکر میکنید. التماس گپ زنید با او. صبر کن دخترم، یگان علاجی میابیم. نو آرام شد، از نه اثر نکند. باز صبر باش. کنی شکمت رو سیر کن. کنی دخترم کنی. نمود. صبر میکردگی قوتم نمود. خدا جان یاری ده با من، التماس یاری ده. اپا یگون چیز خوردنتون لازم. یگون چیز نمیخواهم یوسف. یوسف اکا چم اومدن؟ باز یگون کاری نکنید که او چه همزیق شود. این رو تو فکر کن یوسف. خدا هم از تو هم از فاطمه راضی باشد. از همه امانایش خاله، از همه. بیبی جانم اومدن. بیبی جان بچه جانم. دیگر کشان نشوید مادر. شما نباشید فقط کارهای بد میشود. چخیل کارهای بد بود از آنها؟ عمر یوسف تقاید کنی. یوسف تاقا مچان رو با خانه محکم کرد. اج نمیبرورد. چی شد؟ به سرش یکان کار آمد؟ عقلش رو گم کرد مگر که دخترم رو در خانه محکم میکند. آرام شد دایش خانم. آرام شد مریم. آرام شد. بچه جان خوش آمدید. دخترکم
مریم جانم. خوش آمدید دوچه. یوسفم، یوسف جانم. خوب هستی دوچه جان؟ چی شد؟ ها؟ از من چیزی را پنهان میکنید؟ اویش خانم بینی شکر که کودکان نبزن. شما خواطر نشوید. خدا نشان ندهد باز به بیمارخانه برنگردید. ما خوب هستیم. همین خیل نه اپا؟ خوب هستیم اوچه جان، شما خواطر نشوید. مایلش بچم، مایلش. شاکر من به تو نانی خوردنی میدهم. در خانه من کار کرده ایستادی. مادامی که این خیل است تو چه خیل کردی؟ چه خیل رفته به یوسف خبر دادی؟ چه خیل طرفداری او شدی؟ اگر این زنت نمیشد از پشت ما چه کار کردنت رو هم نمیدانستیم. اما خانومم گم شو از پیشم. تو را نه اینکه در این خانه بلکه در اطراف این دیه نیز دیگر نبینم. دفشو رانده شدی. دفشو میگویم به تو. اما خانومم زنم چی میشود؟ زن و فرزندانم چی میشوند؟ هم خرزور هستم. اگر برنگردانم به حبس میشینم. به زنت ما نگاه میکنیم. تو گم شو. دفشو. حالا هم ایستاده است. دفشو. خانم اگر میدونست گوهایم را میدونستید مرا نمیراندید. چی گفتن میخواهی؟ و شما یک چیزی را میگویم که نسبت یوسف پرقوت میشوید. چی بوده است اون؟ تیز گوی. اوچه جان شما امروز در حجره من خواب روید. سلامت باش بچم، خدا از تو راضی باشد. سلامت باش بچم. شبتون خوش اوچه جان. یوسف اپات را حمایه کن، از خودش نیز حمایه کن. من باز یک فرزندم را از دست دادن نمیخواهم. شما به راحت بخوابید اوچه جان. مایل شبتون بخیر اوچه. و تو هم بچم. خولا؟ پستر امینه نسرین رو نه خوبش برد. مصطفی باشد دیر می آمده است. گیر این پول ها رو. این چه خیلی پول است خولا؟ گوش کن دخترم، اینجا برایت از عذاب دوزخ یگان فرقی ندارد. گیر این پول ها رو. گیر دخترم، آن قدر بسیار نیست اما برای یک چند روز به تو باید رسد. گیر اینها را و رو از اینجا. تشکر خولا. من خودم یگان چوره میابم. خدا راضی باشد. دخترم به یگان تنگه در کوچه چی کار میکنی؟ دخترم خوش آمدید آقا. مرحمت خانم، قهوه‌تون رو آوردم. عبدی خلیل نآمد. تماما رفته باشد چی؟
راود دیگر بر نگردد چی؟ ناید تو هستی که شیر بریم. تمام این حیات در یک دکان نمیگذشتگیست کن. عبدی از پگاه سر کرده خودت میروی به خواجگی. خیلی یعنی اوچه؟ عبدی آقا اکنون آقای نو تو میشوی. از رفتارهای که دلم ماند قدرمون رو پس کرد، اما تو از کردگی های وی باز هم بهترش رو میکنی. عبدی کرده میتونم اوچه، از دستم میوید. چرا از دستت نمی آمده است؟ در پشتت من هستم. گفته های مرا حرف به حرف اجرا کنی، از عهده همه کار میبری. با قوت زم میشود. اما یک تنها چخیل من از عهدهش میبرایم. آرام شو عبدی، تو پروا نکن، تنها نمیمونی. من همش را فکر کردم، به نزدیکی میبینی. از آدم هاید یکیش را گوی به من علی جنگیز را جغ زند. من خودم میروم اوچه. تو دیگر امر نمیگیری، امر میدهی. با آغازی بنده همین است. آقای نو اکنون منم. نزدیک خواستگارهای الیف رفته است. توی نمیشود گفته است. تهدید کرده همه هدیه هایشون رو پرتافته رفته است. عبدی واه. احوال این دختر چی میشود حضرت خانم؟ تو این رو فکر نکن. با الیف 2 هفته نگذشته یکون خواستگاری نوی میابیم. خواستگار کیاف میشود تا دمی که عبدی دختر آرام نگذارد نتیجه نمیدهد. علی جنگیز دراز نکن. عبدی از این روز اعتباراً گفته هایم را یک اجرا میکند. تو از این خواطر نشو. اکنون مرا نغز گوش کن. سحر به اینجا می آیی، به ناحیه می رویم. یک مسئله مهمی دارم. تو هم لازم، چون که زبانت نغزتاب می خورد. مرا فهمیدی؟ هی چی نگاه کرده موندی؟ پناه اینها. حاضر میارم حضرت مادر. من با تو گفتم که از این آدم یگون خیری نیست. راست میگویی، بیزار شدم براستی. خیر صبر کن. چی لوج؟ زنک از من خواطر نشو. من به خانه نسرین میروم. وای بیناموز آنجا را هم به داد آورده است و من نیگر زنک اگر بر اینجا آید به خانه را نده. اگر راه دی مایلش مردک، مایلش راهی سفید. اوچه امینه دخترم
بچه جان یاردم ده. امینه دخترم نمیتوانم پدرت فهمد هر دیم را همیشه در یگون کنجک پنهان میشم نمیتوانم دخترم نمیتوانم جانی من جونکی اوچه نمیتوانم دخترم نمیتوانم آی دخترم آی خدا جان به من یاری ده آی خدا جان بیا با من دخترم بیا جونکم بیا با من دخترم بچه جان رئیس به ناحیه رفتنمون شاید به تو هم فایده یارد. نیکفتگیت را یکی میابی میگویم. چه کار میکند این دختر در اینجا؟ با تو نگفتم که به خانه نداراید. ایس مردک نکن ایس مردک برو از این خانه. ای بناموس ای کثافت خوش نشو. برو از این خانه. دم شو از اینجا. دم شو. دخترم گوش کنید نکن التماس دم شو از اینجا. ای درو با خانه امینه دخترم درو میگیرم. درو گفتم درو. الله حسن اومد علی اومد خوب سلام علی صبح بخیر مالی صبح بخیر نغز خوب الله صبح بخیر معلم. صبح بخیر حسن. درست رو تیار کردی؟ تیار کردم اما یک جشن فهممون. مایلش حاضر میبینم. الله زینب ناومد ها فاضل. زینب هم ناومد. زرین هم ناومد. زینب نیست. زینب ناومد. صبح بخیر فوزی. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. دیر ماندید خواتیر شدیم. دیر ماندرمون حالا هم خوب. قریب بود که نمی آمدیم. زرین جان کنی تو بسیم فد رفت من حاضر می آیم. بخیر است. سحر از دستم سخت قپید. الیفا پا اگر شما نروید من هم نمی روم گفت. آفرین بسیار نقص شد. چه خیلی نقص شد یوسف. یعنی با مکتب آمدنش نقص شد. این خیلی دختر نبود زرین. اینو داتش نه. بینیم کنی که بس میکند. انشالله هیچ وقت بس نمیکند. یعنی نقض میشود. این خیلی دو کس آسان‌تر میشود. من تنها بعضا از عهده همشون نمیبرایم. این خیلی هر دویمون شویم. یعنی تو گفتنیه که وقتی که من هم باشم باز هم آسان‌تر درس میدهی. عیناً همین خیلی. این طرف باشد سر میکنی استاد یوسف. سر میکنیم. مرحمت الیف. زینب نیست. آفرین علی جنگیز. از تخمین کردگیم هم خوب تر گپ زدی. غزال خانم سخنهای تاثیر کننده شما کجاست؟ ازانی من کجا؟ راست میگوی علی جنگیز.
هر جایی که یگان خائنی هست در آنجا تنها نام تو هست. خودی همین روز دیر نشده کار را سر کنند. این دفعه با چنگال بسیار سخت افتاد. بینیم کنی چخل خلاص میشه. خلاص شدن نمیتواند. یگان علاج ندارد. به این هم از اینش هم خلاص شود بس کردنم لازم. گپت را خواهیده گپ زد. قراجانی ها یگان بار بس میکنیم نمیگویند. حضرت خانم، من در ریاست یک کار داشتم. نو به خاطرم آمد. شما با دیگه رفتن گیرید. من کارم را دیدم میآیم. باز جانی کی رو میسوزونی علی جنگیز؟ هیچ خیل گپ عبدی؟ عبدی آقا. تمام آقا. تا دیدن. آفرین عبدی، یاد گرفته ایستاده ای. قراجانی ها زود یاد میگیرند و چه؟ نهاریتون را آوردم آقا. نمیخوام، گیر بر. دیگران کجاین؟ حضرت مادر و عبدی آقا به ناحیه رفتن. باز کی میداند چه نقشه ای دارن؟ ساکینه کجاست؟ تخم بیریان کنم به شما. شیربین چند هست اگر خواهید؟ کذبن. ساکینه در کجاست تو رو پرسیدم؟ نمیدونم آقا. و فکرم با یگان کور به بیرون بار اومد. همین خگوی آخیر؟ گیر بر اینها را. ماشاءالله بسیار خوب می نمایید آیشه خاله. الحمدلله ساکینه. از این می براید که وقتمون نامده است. این خیلی نگویید آیشه خاله. ساکینه افا بیا پیش بوزیچه ها میره. عمر حالا وقتی بوزیچه بازی نیست. آیشه خاله من باید با مریم اپام گپ زنم. نمیدونم. یوسف هم نیست. آیشه خاله التماس بسیار مهم. آیشه خاله التماس. انا همین خیر. با جایهای کم آدم رو امینه. با جایهای کم آدم. امینه. امینه. علی جنگیز. امینه گوش کن. چیکار میکنی تو در گوش کن مرا. امینه جان گوش کن. چه خیلی آدم هستی تو علی جنگیز. هیچ شرم نمیداری مگر. حال هم با عقل نشدی. بفهم آخر مرا امینه. بفهم. عقلم رو بوده ای آخر. امینه. بفهم آخر. دف شو رو از پیشم علی جنگیز. چی شد؟ یک لحظه ایست. یک لحظه ایست. بس کن علی جنگیز. التجا میکنم نبیا از پشتم. تمام. یک دقیقه ایست. تنها یک دقیقه امینه. تنها یک بارکه گوش کن مرا امینه. مایلش ایستادم. اما نزدیک نشو. آنجا مون. بگو اکنون چی میخواهی؟ امینه گوش کن. احوالات وزنین میدونم. یک رو نشد. تو را نگاه بین میکنم. هر چی خواهی میکنم برایت. از برای خدا حق گوی. من برایت اگر خواهی خانه نو هم میخرم. میدانی؟ همین بود گفت میگفت اگر ای آدم همین بود. امینه نگوریز امینه. یک دقیقه. امینه گوش کن. امینه آی امینه. آی خدایا. امینه با تو چی شد؟ ای مردم یاری دهید. ماشین زد. یاری دهید. گوش کن ساکینه اپا. لیکن بسیار نیست. همگی 5 دقیقه. یوسف اکا ما رو جنگ میکنن. مایلش یوز مایلش. تو خواهی نشو. اپا ساکینه اپا.
نگاه نکن که مرا اینجا محکم کردن. من دیوانه نیستم ساکینه. البته نیستید مریم اپا. یوسف اکام شما را چقدر دوست داشتنش رو نمیدونید مگر برای خوبیتون کردن. برای خوبیم کرده است درست، اما خلیل از من چی میخواهد ساکینه؟ چرا دروغ گفت به من؟ مریم اپا خلیل آقام به شما دروغ نگفتن. دروغ گفت به من. مرا به آنجا جیغ زد اما خودش ناومد. آمدن که نمیخواست چرا به من مکتوب روان کرد؟ من مکتوب رو از المادر روان کردن مریم اپا. خلیل آقام نی. یعنی چه؟ شما رو بدم افتاندن مریم اپا. خلیل آقام شما رو دوست میداره. قسم که دوست میداره. خدا جان به تو هزاران بار شکر. ساکین اپا وعده داده بودید کو؟ حاضر میبرایم یه روز. مریم اپا شما غمگین نشوید. خدا بزرگ است. البته یگاندری را میکشاید. کزبند در را باز کن آخر. مرحمت. بسیار چیز میخواستم وگرنه برای چی آمدیم اینجا؟ تقا؟ تو برد کردی علی، من را شناخت. خاله بچه من آنقدر بیوفا نیستند دادا. آدمی فراموش نشونده رو فراموش نمیکنن. چه خیلی خاله بچه؟ خوبم علی. تو چه خیلی؟ میشد مثل شما نیو. دستی تقایت رو نمیبوسی؟ خوش آمدید نمیگویی؟ یا از آمدن ما خرسند نیستی؟ آمدی و علاقه خودت رو شناس کردی حسنو. اکا؟ خوش آمدید اپا. تو خوش آمدی. در این دنیا به خلیل قراجانی دست میبوساندگی دیگر یگان یگیت تولد نشده است. آخر ما دادری کیم اپا؟ اوچا یک مرد بعد از اون که در نزد یک زن سرخم کرد در نزد تقایش سرخم کند چی میشده است؟ اوچا بس است. چی میخواهید شما؟ چی میخواهید؟ یک طرف. خوش آمدی تقا بچه. من میخواهم که عائله قراجانی ها قوه پیشترشون را به دست بیارند. یگانه زمام دور شود. میشود انشالله اپا. چقدر هستید؟ چرا اینجا ایستاده ای؟ به سرمون عبدی ایستد. همه کار میخواستگی همون بر این میشود. اول خدا. ها ساکینه؟ چی شد به تو؟ چرا گریه میکنی؟ آقام خلیل آقام مریم اپام خوب نیستن. با او یاردم کردن لازم. هیچ خوب نیستم مریم اپام. او رو خلاص کردنتان لازم آقا. آخیم چی گویم؟ یگان کار کنی گرفته برای دورو از اینجا آقا. تو چیزی رو میدونی دختر؟ نمیدونم آقا. میدونی نقل کن. چی شده است؟ صدمه نقلیاتی استاد. شورناکیش در جایش اما بیهوش است. زود تشخیص کنید شاید جراحی لازم شود. دکتر جان یک دقیقه.
چی شده است؟ معلوم نیست. خشش هستید؟ ها همین خیر. از ده همان هست. حاضر دیده شناختمش. این خیر باشد با نزدیکانش خبر دهید. حیاتش زیر خطر بوده میتواند. همشیره چیزی گفته ایستاده است. تکرار کنید اپا جان. حامله‌ام من. حامله دار بوده است. زود خونش رو تازه کنید. البته استاد. امین خیریت که نمرده است، زنده است. خدا بشکر. خدا بشکر. خبر دادن که صدمه نقلیاتی شده است. حساب دیده بیانات داده میتواند. یک لحظه از سر دکتر پرسیدنم لازم. چه خیل؟ معلمگی برایت معقول شد؟ در اول فکر میکردم که بسیار مشکل است، اما خیلی شفق‌آور، مخصوصا جلوه چشمان کودکان. آن همون جلوه با من انسان بودنم رو به یادم میآورد. عمرم رو بیهوده نگذراندنم رو، فایده آور بودنم رو. درست. ما بیهوده زندگی کرده ایستاده‌ایم نباشد. نه، این رو گفتنی نبودم. به همینم انسان‌هایی که در جای بودنشون خوشبختی میارم مثل انسان‌های خدمت نشان دادن میباشن. یعنی غمگین شدن لازم نیست. تنفس تمام. بایلش کنی زنگوله روزن فاضل درس رو سر کنیم. درس سر شد. کنی با درس هایش رو داد. بسیر تو خواستی یا اینکه نیستی اهمیت نمیدهد. تستر این خدشبت ناز میشود، چون که من به نزدیک خالم برگشتنم لازم. از سحر بزرگ رو تنها گذاشتم. کاش که یگان خواهری میداشتی. چرا؟ او خالت رو نگاه میکرد و تو در اینجا بزرین یاری میرساندی. آن وقت شما چی کار میکردید جناب معلم؟ به تو برای کار یوسف، با شرافتی تو باز یک روز خوبی گذرانیدم. من به تو تشکر میگویم. زرین رو از با مکتب عادت کناندی. حالا بچه ها، کشورمون به 7 منطقه تقسیم شده است. اینها منطقه های مرمره، اگه، قره‌دeniz، اگدeniz، شرق، جنوب شرقی و انادولوی درونی اند. اینها منطقه های جغرافی امون هستند. فهمیدید بچه ها؟ مرحمت. یوسف اکبر شما هستید؟ بله. من از وزارت معارف ولایتی مفتش بهیج جنیرم. از بالای شما شکایت شده است. با شما گپ زده میتوانیم؟ سلام علیکم. السلام. عبدی اینجا دکانی تو نیست مگر؟ ها از من. این طور باشد چرا محکم؟ موقتا محکم است. از کار و دودوی زیاد وقتی کشودن نیست. بچه این خیلی نمی شود. هرچی نباشد از این پس ما هم در همین دهه‌ایم. اینجا را به علی ده، مرد بر این اداره کند. یا الله. روز بخیر الیف خانم. روز بخیر میگم الیف خانم. روز بخیر گفتم. تاقو شما به قهوه خونه روید، من کمتر بهتر میگویم. علی جان تو هم. جناب یوسف، چطوری گفتم از بالایتان شکایت است. شخصانی که دیپلم آموزگاری ندارند در یک جایگی با شما به صف در آمده به طلبه ها درس میدادند. بعضا دادرهای خودم یاردم میکردند. درست؟
аммо бештар ба корҳои техникӣ. Синфро гарм мекарданд, рӯбу чин мекарданд. Боз чӣ буд? Дар танаффус зангула мезаданд. аммо чӣ тавре ки мо медонем, на танҳо додарҳоятон, боз як хонум ҳам ба дарс медаромадааст. ба болои ин либоспӯшҳои вай хонум. ба фикрам ба раёсати маорифи вилоят як аризаи муқобилӣ навиштанам лозим. бале, айнан ҳамин хел. ҳозир аст ба вазифаатонро давом додан гиред. агар аризаи муқобилиятон кифоя нашавад, аз вазифаатон сабукдош карда мешавед. ба фикрам маро хуб фаҳмидед. мефаҳмам. умедворам ки фаҳмидед ҷаноби Юсуф ва иншоаллоҳ аризаатон қабул дониста мешавад. вагарна сари худро ба балои сахте гирифтор мекунед. муфаттиш фозил фозил инҷо биё. кани зангула зан. бачаҳо хона раванд. ба имрӯзааш ҳамин қадар кифоя. элиф хабари олиҷаноби дорам. элиф акнун оғоз шудам ман. идоракунӣ деҳам ба дасти ман гузашт. акнун абди пештара бар ин нест. акнун абди дукончӣ не, абди оғо. муборак шавад абдӣ. рав аз пешам. ба ту мегӯям элиф. сардиҳ маро абдӣ. ба ту мегӯям. оғоз шудам мегӯям. ман оғоз шудам. агар бо ман тӯй шавӣ, ту ҳам оғо хонум мешавӣ мегӯям. чаро моро гӯш намекунӣ элиф? сафсата нагӯй абдӣ. ман оғо хонум поғо хонум намешавам. сардиҳ дастамро. элиф маро гӯш кун илтимос. элиф сардиҳ. ҳамин хел ба нигоҳу бини холаат мерафтаи илтимос. юсуф чӣ хел юсуф? инҷо дар пеши ман ҳастию ҳоло ҳам юсуф мегӯӣ? чаро ин хел мекунӣ элиф? элиф бас аст. юсуф ту маро нодуруст фаҳмидӣ. чикор карда истодаӣ? ба ту мегӯям. сардиҳи маро. ба хона даро. гум шав. рафт шав. таҳо очам чаро аз хонача намебарояд? оча дам гирифтан аст лозим. хоб аст дар он ҷо истироҳат мекунад. чаро дар ин ҷо намекунанд? ба ин ҷо бияд охир. чӣ имдод назам? нав хобашон бурд. чӣ мехоҳед? чӣ гап? бо апат гап заданам лозим. мумкин аст равед аз ин ҷо. явуз бисёр муҳим аст. нодуруст нафаҳм. мумкин аст гуфтам ку. явуз гапро дароз накун. кани роҳ де. дадам омадам. ҷони ман. шер бачаи дада. овози халил астин. ҷигар. халил. модарат куҷост бачем? кани? халил дар боло дар инҷоам халил. халил дар инҷоам халил. инҷоям халил. марьям. халил ба ман дурӯғ нагуфтӣ ҳамин хел не? маро фиреб надодӣ ҳамин хел не халил? наход ба ту дурӯғ гӯям марьям. наход ман ин хел кунам. пештар карда будӣ халил. накардӣ магар? накардӣ халил? ба ман дурӯғ нагуфтӣ магар? ин дигар аст марьям. ин дафъа дурӯғ нагуфтам. ман туро дӯст медорам марьям. туро намепартоям. марьям боварам кун илтимос. туро халос мекунам. ба ман вақт де. боз камтар вақт де. вақтатон тамом шуд язна. равед аз ин ҷо. чӣ кор мекунӣ? даро кушо явуз. кушо апатро барорам. рав мегӯям. рав. явуз даро кушо. явуз даро кушо. дада чӣ шудааст? халил. кӯдак метарсад явуз. дарро кушо. зудтар биё халил. явуз
چیکار کرده ایستاده ای؟ پسرم درو اوچا شما روید اوچا یواز این چی گپ است؟ اوچا تمام چیزی نیست اوچا من میروم درو کشوید مریم آمده تو رو میبرم جیغ نشو زودتر بیو خلیل خلیل بچه جون خلیل زودتر بیو خلیل من احوال تو را میفهمم یوسف جان. فکر داری که در این دنیا به ناحقی کلانترین تو گرفتار هستی، همینطور نه؟ بله شاید. حالا آن که در طول تاریخ به سر اهل حقیقت چنین واقعه ها می آید بچم. بعضی ها البته از جانبداران اهل حقیقت ناراحت می شوند و هم بعضی ها آرام نمی شینند. هر بدی که از دستشان آید می کنند. اما سعید بابا آخر الیف تنها دینه و امروز آمد به مکتب. یگون کاری بدی نکرده است. زرین کمی یک روی کرد و اون پورناز در سیم شیند گفته او هم آمد به کودکو کم و بیش یاری داد. لیکن همین که آوازه به گوش مردم رسید کلان می شود، شاخ و پایه پیدا می کند. بله امروز مفتش درباره از وظیفه سبکدوش شدنم گپ زد. مهمترین وصف هایی که اهل حقیقت داشته باشد چیست یوسف؟ مهنت دوست بودن البته، انتظام ناکی طبیعی است، انسان دوست داری بی‌شبهه، اما از همه مهمش یوسف صبر است. آدمان همیشه سد راه حقیقت می شوند. آنها را تنها با صبر پس سر کرده می توانی، چون که آنهایی که از روی نفس خود حرکت می کنند صبرشان از همه کم است. آنها به صبر تو طاقت نمی آرند. این را دانسته گیر. خوب سعید بابا کاری کیستین؟ به فکرت. چرا؟ برای چی؟ کنی بیا بینیم که این سفر چی می خواهند. السلام علیکم. علیکم السلام و علیکم السلام. السلام علیکم. السلام و علیکم السلام. با مزه ترین چای آمد. مرحمت. اینها نظر به پیشتر خیلی آرام شدم. عجایی بین مرا کسی نشناخت. خوش آمدید. مرحمت. ای مرا میگوید؟ البته به تو گفتم. اینها چی هن؟ چای؟ به تو کی گفت که ما چای می نوشیم؟ خرچی می نوشید؟ قهوه. با ما قهوه تیار کن، تلخ باشد. 3 تا قهوه. جمع زودتر. آهسته آقای عبدی، اکنون تو آقایی. دوست 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 اینش باز کی؟ دوست دیونا فوزی یک چند سال پیش دیونا شد. دوست اما این رو هوشیار کردن در کار. این خیلی در بین دیها با اولادی آقاها دیوانه گفتن ممکن است مگر؟ علی دوست دهانت را پوش. دوست علی این دیوانه را برار نباشد. بیا برا بیرون. برا گفتم. قهوه ها. دوست داخل. دخترم تو دیوانه شدی؟ یک رفتی و رسو 2 ساعت نیست شدی. در کجا بودی؟
با تو میگویم گپ زن. دلم تنگ شد از مادر، یک سیر کرده اومدم. نقص کو؟ هر کسی دل تنگ شده سیر کند در ده آدمی کار میکردگی نمیماند. چی کردید؟ چی میخواهید از من آچه؟ کار کردم من خلیل. چرا آن مکتوب را نوشتید؟ چرا او را فریب دادید؟ تو حیوان، یعنی که همه این کارها را تو کرده ایستاده ها؟ یعنی که رفته بلبل بر این سرای دی ها؟ خطا از من شده بود البته. یک طرف ایستا. شما به من جواب دید آچه؟ چرا نوشتید؟ چون که او را نمیخواهم در این خانه. او قراجانی نیست، چون که او به این خانه لایق نیست. همین خیر. این گپی آخری نه؟ بله همین، اول و آخرش همین. این خیل باشد مرا هم فراموش کنید. من هم دیگر خرجانی نیستم. خلیل ایست خلیل. حسن مادر خوب هستی؟ حسن مادر عبدی بچم به خود آی. آقاگی آنقدر کاری آسان نیست. میترسانی، میلرزانی، به تو گپ زدن یک طرف، به اجازتت بر رویت هم نگاه نکنند. آقای تو بچم، آقا، اکنون هر کس کی بودنت را داند، لیکن آقاگی با گپ نمی شود. آقا بر این رفتار کن. این دهگی ها تو را شناسند، تو را حرمت کنند. البته تاغو، هر کس با من چخل رفتار کردنش رو یاد میگیرد. آقاگی چیست میفهمد. شما هیچ پروا نکنید. هیچ پروا نکنید. بیا تاغو میرویم. کنی رفتیم. دوست مور قاتل، من مردم. فاضل، یک باری دیگر مرا دوست گفتن رو شنوم تو رو میکشم. چه میخندی؟ دیوانه ابله، میکشم تو رو، میکشم. نمیتوانم، فکر میکنی نمیتوانم. چکاری که پدرم زن و دخترت رو گرفت، من جانت رو میگیرم. فهمیدی؟ جانت رو میگیرم. جوانه جوانه یخمک. امشب از اینجا نکنید. خلاص کنید آخیر. عبدی اکا خلاص کنید. کردن رسم دیگه نمید دیگه. فاضل اکا کردن نشا گفتم. اکنون با عقل شدی؟ نه حالا با عقل نشده است. پایم را گزید. ای ابله، اول شما با عقل شوید احمقها. زورتون به فاضل میرسد مگر؟ تو کیستی ابله؟ تو کیستی؟ Dolu dizgin akan sular,
durulacak, bekle de gör, bekle de gör. Karşı duran fırtınalar yorulacak, bekle de gör. Karşı duran fırtınalar yorulacak, bekle de gör. Pervane aşıklar, sönmeyen ışıklar karanlığı boğacak. Gidenle gitmedi, umutlar bitmedi, bir gün güneş doğacak. Pervane aşıklar, sönmeyen ışıklar karanlığı boğacak. Gidenle gitmedi, umutlar bitmedi, bir gün güneş doğacak.